جنجال و نوفهمی و دشمنی در بین زنها و دروغ گفتن و قسم‌های دروغین خوردن در این برای اگر یک شخصی که با یک زن کفایه کنه اما زن دوم و سوم و چهارم را از روی سنت پیامبر را اجرا کردن آنها را به زنی گرفت به خاطر سنت شده به کارهای سنت نباید که به کارهای حرام برده رساند. یعنی وقتی که از پشت سنت یگان کس گپی دروغ میزند از این فهمیدیم که از سبب سنت شده گپی دروغ زد. در این حال میگیم که نباید این کار اجرا شود. اما سوالی که برادر در اینجا پیشکش نمود، یعنی 3 زن داشته است، 2 زنش با همراهی یکدیگرش نباید این خیل قسم خدا زند. قسم خوردن به نام‌های الله میشود، به صفات‌های الله میشود. از جمله که خیلی ذکر کردیم قسم به الله گوید به زبان تاجیکی، یا به زبان عربی گوید والله گوید، بالله گوید، تالله گوید. و مادامی که این برادر این خیلی کار کرد، سوال داشت که آیا همین قسم خوردن من، همین سخن من سبب طلاق گشتن زنم میشود؟ نه، البته قسم خوردن زن را از شوهر جدا نمیسازد. و حدث الرجل امرأته لیرضیها والكذب في الحرب والكذب ليصلح بین الناس. یعنی دروغ گفتن همیشه حرام است، اما در 3 حالت دروغ گفتن حرام نمی شود. یکی از همین حالت‌هاش در بین زن و شوهر برای راضی گرداندن یکدیگر، و دوم حالتش در وقت جنگ کردن با دشمنان، اما سوم حالتش در بین مردم صلح انداختن. برای در بین یک قوم، در بین یک قبیله جنگ شود، برای صلح انداختن گپی دروغ زده صلح رو با پایان رسانده، در بینشون صلح کرده، جنگ رو و جنجال رو و نوفهمی رو و دشمنی رو از بین بریم. در این حالت شخص صلح کننده با سخن دروغش گناهکار نمی شود. و این چونین در سرشیوی حدیث گفت که کدام مردی که به زنش گپی دروغ میزند برای صلح رو آورده رساندن، یا که جنجال رو و نوفهمی رو و بدبینی رو از بین بردن، در این حالت درست این دروغ حساب نمی شود. اما این برادر برای راضی یا که برای قانع کناندن زن سومش قسم خورده گفته است که من غیر از تو دیگر زن ندارم. بله، شاید چنین شده است. بله، به هر حال اگر کوتاه‌تر که گفتیم، یعنی که گناهکار نمیشود. او سوال داده بود که آیا من گناهکار میشوم اگر انا همین عمل رو اجرا کنم؟ یعنی که برای شاید امنیتی خانواده‌اش باشد، یعنی که امن نگاه داشتن اویلش شده این سوال رو کرده باشد. بله، اگر یکم سوالش این خیلی بود که طلاق نمیشود. دوم سوالش این که گناهکار در کدام حالت گناهکار نمیشود؟ وقتی که زن یکم گرفت، زن دوم گرفت از روی، یعنی برای شهوت خود را پس کردن، و زن سوم رو این چونین برای شهوت خود پس کردن و عائله برپا کردن باشد. در این حالت در حق این مرد واجب بود که زن دوم سوم گرفت برای که خود را اداره کنه. اما در این حالت باشد و گپی دروغ زند، گناهکار نمیشن. برای صلح رو آوردن، برای از بین بدبینی رو دور کردن، در این حالت گناهکار نمیشن. اما چگونه که بعضی قسمی دروغ خورد، در این حالت گناهکار میشود، لیکن طلاق نمیشود. خب، تشکر زیاد. و بیاید به سوال دیگر میگذاریم. سوال سوم چنین است: من تاکسیست، یعنی تاکسیست کار میکنم و یک بیماری دارم، زینه داده میتوانید و این چه مقدار در عمل گناه است؟ این برادر عزیز دو چیز را پرسیده است. میگوید من یک اولش که در این برای خود را سبک کردن، چگونه که میگویم برای خود را رضا کردن گرفتار شده است. الله سبحانه و تعالی این های ناشایسته خود را نگه دارد. و دوام سوالش این بود که آیا همین عملی من گناه است و این چنین چی مصلحت میتید و چی نصیحت مرا میکنید که تو از این کار من دور باشم. از جمله علم هایی که این خود را سبک کردن، یعنی همون آبی منی خود را با دست خود برآوردن، حرام گفته است. امام شافعی رحمه الله میشمو باشد که آیاتی که در سوره معارج یا در سوره مؤمنون میکنند، مگر به زنهای خود یا از کنیزهایی که در نزد خود دارند
آنها برای صرف کردن همین شهوت خود برای زنهایشان و برای کنیسهایشان ملامت کرده نمیشوند. روایت میکند پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید یا معشر الشباب من استطاع منكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث میفرماید ای جوانان کسی که از شما میتواند این چنین روزه سبب حمایت کردن او از همین کاری که برادر پرسید از همانها میگردد و او را حفظ میکند. زیرا چگونه که علم ها میگویند روزه گرفتن شهوت انسان را پس میسازد و حرکت انسان را کمتر سست میکند و بسیار طعام خوردن شهوت آدم را و حرکت آدم را بسیار میگرداند. به این خاطر بسیاری مردم با همین کار دست میزنند. و برادر از ما طلب کرده است که چی مصلحت میتید و چی نصیحت میکنید. نصیحتی ما به این برادر و دیگر برادرها این است که اولا هر یک بنده که کاری حرام میکند و این بنده از الله دور میشود و به شیطان نزدیک میگردد. باید بنده همیشه مراقبت و هر یک بندهش چیکار کرده است و چیکار میکند و در تاریکی و در روز همش رو میبیند و میشنود. باید این ترس رو بنده پیشی خود کند. دوم اگر همین در آمدن این برادر به اینترنت به همین چیزها و به همین چیزهای حرام برده میرسانده باشد برادر رو نصیحت میکنیم که همین هر آن چیزهایی که استفاده میبرد و او رو به همین کارهای حرام برده میرساند همه اش رو از بین برند. و نصیحتی سوم این است که برادر عزیز بسیار در نمازهایش در سجدههایش و در شبها خسته نماز خوانده دعا کند که الله مهربان به چنین برادر و دیگر برادرها آسان گرداند تا زندگی خود را با همسری خود ادامه دهند و کسی که زن ندارد زن بگیرد و کسی که در مسافری است همیشه با برادرای هم صحبت شود و رفیق‌هایی را برای خود رفیق قرار دهد که آنها از اهل نماز و نیکوکار باشند تا که آنها را به ذکر الله برسانند نه که به ذکر شیطان و نه که به راه شیطان برده رسانند. بله درست قید کردید و ما نیز دعا میکنیم که الله از این گونه رفتارها دور کند. برادرانی که اساساً مهاجر هستند و اکثریت در روسیه هستند و همسرانشان شاید در خانه هایشان باشد و شاید این همه سبب باشد و به گناه دست زنند. و چون که اون نفر پرسیدند این بیماری است یا اینکه ما چی جواب داده میتوانیم؟ یعنی که این بیماری است یا اینکه یک عادت است؟ این از دو جهت عبارت است. از یک جهت یک مصیبت است در حق چنین برادرها و این بیماری این شاید یک عادتی بد باشد که لیکن برای این چنین بیماری ها برده اما این کاری که این برادرها انجام میدهد به بیماری برده میرساند و این عادتی بد است. یکی از به بیماری هایی که برده میرساند چشم آدم رو خیره میسازد، قوت چشم انسان رو خیره میسازد و این چنین چگونه که بعضی طبیب ها میگویند یعنی به قفای خود درد پیدا میکند. کسی که به این کار عادت میکند جسم و جانش به درد میآید. وقتی که 1 سال 2 سال که دوام داد بدنش جسم و جانش به درد میآید. بله فهم شد. و این چنین یکی از سبب‌های بدش شاید حفظ انسان را از بین برد. و این چنین شخص‌ها به وسوسه شیطان همیشه گرفتار میشوند و آینده با سبب این کار کردنشون شرمگاه خود را ضعیف میسازند و این چنین وقتی که زن که گرفتن همسر که گرفتن شاید معامله آنها با همسرشون خوب نگردد. الله را دعا میکنیم که از این
کار و این گونه رفتارها دور شوند. و سوالی دیگر میگذاریم، در دولت کفر زندگی میکنم، آیا میتونم در داخل ماشین فرض نمازم را خوانم، یعنی در جای نشست؟ اما کسی که در جایی که زندگی نکند فرقی ندارد. برای این سوال را این خلفته می شود که آیا در جایی که نباشیم یا که در مسافرت یا در مقیمی، آیا یک شخص می تواند که نماز رو در داخل ماشین یا در داخل پاییز یا در داخل همین خیلی چیز خواند؟ یعنی معنای سوال این است که نشسته خواند. نشسته خواندن در داخل ماشین یا در داخل پاییز درست نیست، مگر که در دو حالت. اگر خیلی که برادر قید کرد در دولت‌های غیر مسلمان نشین زندگی میکرده است، ما میگوییم که مادامی که فرصت نماز خواندن هست بر بالای زمین، واجب است که بر بالای زمین نماز خوانده شود. اما مسجدی که در همون راه و رو باشد، واجب است که در داخل مسجد در آن نماز خوانده شود با همراهی جماعت. اما در بسیاری دولت‌های غیر مسلمان نشین، چنانه که برای همه معلوم است، مسجدها کم هستند. برای همین از یک جهت برادرها به یگان کوچه ها یا پارک ها و یگان باغ ها رفته نماز میخوانند و قسمی از آنها از سبب دشمنان اسلام ترسیده نمازهایشان را به چنین جایها نمیخوانند. به همین خاطر شاید برادر سوال میتید که من در همین حالت ها نماز را در داخل ماشین خوانده میتونم؟ میگوییم که مادامی که یگان دشمن یا یگان حیوان خورنده یا یگان آدمی که اذیت میدهد یا ظالم در حق او ظلم میکند از همین چیزها ترسد، برای چنین حالت درست است که در داخل ماشین نماز را خواند. و یکی از سبب‌های نماز را در داخل ماشین خواندن این که اول به چنین حالت‌ها و چنین برادرها میگوییم که پیش از نماز را در داخل ماشین نشسته خواندن، هر یک نماز وقتی در آمدن دارد و وقتی برآمدن دارد. اگر برادر وقتی که در اولی وقت نماز خوانده نمیتواند، میگوییم که در آخری وقتش خوان. برای مثال گوییم نماز پیشین از بین نماز سرشین نماز پیشین تا نماز از تقریبا 2 ساعت زیاد وقت است. میگوییم که در اولی وقت نماز پیشین که خوانده نتوانستی، در یک حالت آرامی میگوییم که در آخری وقتش خوان. اما اگر گوید که من در آخری وقتش هم خونده نمیتونم، کاری من در بین انسان هایی که همیشه بر من ضرر میرسونند، زیاد ظلم میکنند، شاید دشمنی دارم و این چنین در همین حالت ها نمیتونم، میگویم که در همین حالت تو در داخلی ماشین نماز خونده میتونی نشسته. اما وقتی که نشسته که نماز خونده تواند، در این حالت میگویم که رکوع از سجده فرق دارد. رکوع در وقت رکوع سرش رو خم میکند، در وقت سجده رکوع دیده کمتر دیگه پایینتر خم میکند. اما در هر حالت به فکرم یگان حوزه دولتی در روی زمین وجود ندارد که به یگان شخصی مسلمان و نمازخوان ضرر رسانند یا که اذیت دهند. به فکرم این خیلی حالت ها والله علم وجود ندارد. اگر که وجود که داشت، چگونه که پیشکش کردیم با شرط و شروطش در داخل ماشین نماز میخوانم. تشکر زیاد. الله شما راضی باشد و بیاید به سوال دیگر میگذاریم. کدام وقت زکات واجب است و چه مقدار است؟ اگر کوتاه کرده گویم. من میدونم که این خیلی سوالی که وقتی زیاد رو طلب میکند و اگر همین رو کوتاه کرده جواب گویم. انشاءالله زکات با 2 شرط واجب میگردد. فقط شرطی واجبیش رو گویم، یعنی هر یک شخصی مسلمان بالغ و عاقل پول و مالش به نصاب زکات رسد. یکم شرطش به نصاب زکات رسیدن. نصاب زکات از روی طلا باشد 85 گرم می باشد و از روی نقره باشد 595 گرم می باشد. و شرط دومش یعنی گذشتن سال. برای مثال گویم یک شخص مبلغش و پول و مالش به نصاب زکات رسید، همون به 85 گرم طلا رسید. از همون روزی که رسید پولش به همین 85 گرم طلا، به مقدار 85 گرم طلا، از روزی رسیدگش 1 سال به همین رسد و گذرد، در این حالت به این مبلغ زکات واجب گشته است.
و از همین پولی که به زکات رسیده است به نصاب زکات 2.5% برآورده می‌دهد. و اگر خواهد که برادر چگونه زکات رو حساب میکند کوتاهانه میفهمونم. کسی که میخواهد که از پیش خودش وقتی که مبلغش به نصاب زکات رسید 85 گرم طلا رو به همون روز حساب میکند. 1 گرم طلا رو از بازار برآورده میپرسد. برای مثال اگر 1 گرم طلا 500 یا که 600 سوم باشد ضرب میزند به 85 گرم طلا. همون 85 گرم طلا چقدر که پول شد، اگر پولی همین شخص به همین رسیده باشد و زیاد باشد میگوییم که به نصاب زکات رسیده است. و شرط دومش از همون روز حساب میکند. تاریخ همون روز رو با تاریخ هجری نوشته میموند. بعد از همون روز تو این تاریخ نوشتگیش 1 سال پوره شود و گذرد و در حق این شخص زکات واجب شده است و به اهل زکات و اون شخصانی که سزاوار زکات است به همون 8 صنفایی که و 8 نبوتایی که در قرآن ذکر شده است به اونها تقسیم میکنند. و کوتاهانه گم از پیش خودم سوال چگونه زکات رو برآورده دهم؟ جواب این که وقتی که گفتیم اگر 85 گرم طلا برای مثال، من نرخ طلا رو امروزه رو نمیدونم، برای مثال اگر 10,000 سومونی یا که 20,000 سومونی نرخ شود، همین 20,000 سومونی رو به 40 تقسیم میکنم. برای زکات برآورده دادن چند مقدارش رو 2.5% همین مبلغ رو برای برآوردن همین پول زکات رسیده رو به 40 تقسیم میکند، برابر مقدار 2.5% میبرد. و راه دومش همون مبلغی به زکات رسیده رو به 2.5% ضرب میزند، سپس به 100 تقسیم میکند، مبلغ 2.5% زکات میدادگی از همین پول میبراید. این راه آسان. دو راه دارد. کوتاه مبلغی که به نصاب زکات رسید یکم راهش به 40 به رقم 40 تقسیم میکند، برابرش زکات میدادگیش به کمبغلان و به سزاواران زکات میبراید. دوم راهش مبلغ رو به 2.5% ضرب میزند، سپس همون مبلغی برآمده رو به 100 تقسیم میکند، مبلغ زکات میدادگی میبرد. الله خیلی تشکر زیاد، خیلی خوب فهماندید و فکر میکنم که یک برنامه علاهیده نیست در این مورد ما انشاءالله که آماده میکنیم و تقدیم تماشابینان میکنیم، چون این سوالی هست که بسیاری ها میخواهند جوابش را پیدا کنند. و بیایید به سوال دیگر میگذاریم چون وقتمون هم خیلی کمتر است و اینجا چون این سوال آمده است: پدرم از ترس همکارانش که در حکومت کار میکنند میگوید که حجاب نپوش. اگر من گپ پدرم را قبول نکنم گناهکار میشوم، چون رازگی پدر و مادر رازگی الله هست میگویند. مادامی که پدر این خواهر فرزند خود و دختر خود را گفته است که حجاب را ببر نکن و من از همکارانم، زیرا که وی شاید در حکومت کار کند، میترسم. شاید یکی از معنای سوالش این باشد که به سبب ببر کردن حجاب تو شاید از منصب و از کارم رانده شوم. و این چنین خواهر در این سوالش که آیا من گناهکار میشم وقتی که به پدرم اطاعت نکنم؟ چگونه که میگوید رضاگی پدر، رازگی پدر، رازگی الله است. این سخنش در حدیث وارد شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید رضا رب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. رازگی پروردگار در رازگی پدر و مادر است و در دیگر روایت پدر و مادر آمده است، اما در این روایت فقط پدر ذکر شده است. و خشمگینی الله در خشمگینی پدر و مادر است. اما وقتی که یک چیز را باید در اینجا فهمیم و قید کرد که الله تعالی امر و فرمان دارد و این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلمش برای امت امر و فرمان دارد. وقتی که امر الله و رسولش، یعنی وقتی که امر پدرش و مادرش در مقابل امر الله و رسولش در یک جا جمع شود، در این حالت واجب است که برای بنده امر الله و رسولش را اجرا کند و با اسلوب خوب و با آدابانه برای پدر و مادرش بفهماند که پدر عزیز، مادر گرامی، این حجاب برای هر یک زنی بالغ و هر یک زنی مسلمان فرض الهی است و این حجاب را الله تعالی و پیامبرش صلی الله علیه و سلم برای امتان خود
و برای زنهای امتش فرض گردانده است. مادامی که این امر الله و رسولش باشد، در نباید هیچگاه یگان بنده نباید مقابل امر الله و رسولش براید. برای مثال، برای مردها نماز خواندن، برای مردها به مسجد رفتن قول درست واجب است که نماز را به یگان در حالی که عذر شرعی ندارن و نماز را به مسجد ادا کنند با همراهی نمازخوانها و این واجب است. وقتی که پدر برای فرزندش بگوید که پسرم به مسجد نرو، در این حالت باید این جوان با سخن زیبا و آدابانه برای مادرش بفهماند که این امر الله و رسولش است. باید من این امر الله و رسولش را به جا آورم. امر پدر بر مقابل امر الله و رسول بیاید، اگر امر الله و رسول را اجرا کرده میشه، یعنی که این پدر یعنی که بالاتر میموند گفته های الله را، یعنی گفته های پدر دیگر در اینجا درست نمی شود. یعنی که بله، در حدیث آمده است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در این سوال پدر دخترش را به گناه دعوت کرده ایستاده است. یعنی وقتی که حجاب را ببر نکن، معناش اینه که حجاب را نپوش، ببر نکن. وقتی که نکرد وای گناهکار ثابت میشه و اینجوری پدرش گناهکار میشه. در یک حالت هم پدر هم دختر. وقتی که این خواهر به پدر و مادر خود در این امرهای الهی و امرهای رسول صلی الله علیه و سلم اطاعت نمیکند، گناهکار نمیشود، بلکه ثواب میگیرد ان شاء الله. بله. و اینجوری برای پدرش بفهماند که این امر الله و رسول است و سبب دنیا نباید بر دین غلبه کند و کسی که از منصبش و از کار دنیایش میترسد، وقتی که پرهیزگاری میکند و از الله میترسد و پیروی پیامبر میشود، ان شاء الله برای و رزق روزی میدهد که شاید اون رزق روزی که حاصل میکند از وی دیده زیادتر و پربرکت تر باشد. بله، شاید این چون که در آیات آمده است، و ما یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و ما یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که میگوید از الله بترسد و پرهیزگاری کند، الله تمام راههای رزق را برایش میکشد، در حالی که او در فکرش نبود. و کسی که بر الله توکل کند، الله برای او کفایت است. برای همین نصیحتی ما برای پدر این است که برادر گرامی، نباید دختر خود را و زن خود را و خویش و تبار خود را به ببر نکردن حجاب دعوت کند، بلکه او تشویق کند و آنها را برای حجاب ببر کردنشان دعوت کنند، شوقت کنند و دعوت کنند، زیرا این امر الهی است و امر پیامبرش است. تشکر زیاد. الله شما راضی باشد. بیایید به سوال دیگر گذاریم. اینجا خب من کار میکنم، راننده شده و روز جمعه به نماز جماعت رفته نمیتوانم، آیا گناهگار میشوم؟ سوال. نماز جمعه یعنی؟ بله. یعنی کسی که اول اینکه نماز جمعه برای هر یک شخصی مسلمان رفتنش به نماز جمعه فرض است. این شخص سوال را پره نداده است. گفته است که آیا من راننده هستم، به نماز جمعه نروم گناهکار می شود؟ باید ذکر میکرد و قید میکرد که سبب نرفتنش به نماز جمعه چیست. اگر که سوال پره نیست، جواب میدهیم. به هر حال نماز جمعه به نرفتن به یگان عذر شرعی گناه کبیره است و کسی که جمعه را پای در پای ترک میکند، الله به قلب او مهر میزند. چگونه که در حدیث آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید کسی که 3 جمعه را پای در پای ترک کند، الله به قلب او مهر میزند و او را از جمله غافلان میگرداند. برای همین اگر برادر عذر شرعی ندارد که از عذرهای شرعی بیمار است یا رفته نمیتواند یا مسجد دور است، بسیار دور است که آواز اذان را نمیشنود، یا کسلی گذرانده است، وقتی که به مسجد رود کسلش به دیگر کسان میگذرد، یا دیگر عذرهای شرعی است که
ба масҷид рафта наметавонад, барои ӯ дар ин ҳолат намози ҷумъа рафтанаш соқит гашта ва намозро дар хона 4 ракат намози пешин мехонад. аммо ягон узри шаръӣ надошта бошад, барои ӯ воҷиб аст ки намозро ба масҷид рафта бо ҳамроҳии намозхонҳо адо кунад. аммо вақте ки адо накард, дар ин ҳолат гунаҳкор мешавад ва ин гуноҳи кабира аст. аз суол боз як саволи дигар омад, бародари азиз Абдусамад, ва шумо гуфтед ки яке аз сабабҳояш агар азонро нашунаванд намераванд, яъне дар аксарияти давлатҳо азон имрӯз гуфта намешавад. дар ин ҳолат чӣ кор карда метавонанд? суолро як бор такрор нафаҳмидам. Чӣ? шумо гуфтед, қайд кардед ки агар азонро нашуниданд, яъне ин як узр аст. дар аксарияти давлатҳо азон гуфта намешавад имрӯз, яъне азонро намешнавад. олимҳо мегӯянд ки баъзе олимҳо ки мегӯянд дар баъзе ҷоҳо азонро шунида нашавад, дар ҳаққи вай воҷиб нест. сабаби гуфтанош ин ки агар ки дар ин шабу рӯз азонро шунида намешавад, лекин аз рӯи ва аз тариқи баъзе чизҳо расонда мешавад азонро. мисол, барои баъзи давлатҳо масҷид кам аст, аммо дар як маркази ҳамун пойтахт азон гуфта мешавад, аммо ба дигар ҷоҳо азон намерасад. барои чунин шахсҳо мегӯем ки вақте ки медонед ки дар фалон соат азон гуфта мешавад ва аз рӯи ҳамин паёмҳо ё аз рӯи телефонҳо барои шумо садои азон гуфта мешавад, садои азони ҳамон вақти даромадагӣ, инҳо ба масҷид ҳозир мешаванд. яъне ин баҳона нест, нашунидани азон баҳона шуда наметавонад. ман дуруст фаҳмидам? не, ин хел баҳона намешавад. дуруст. хуб, аллоҳ боз донотар аст ва қайд карданд ин фарз аст. бояд ки мо бо шумо вақти намози ҷумъа шуд, даъват шуд ба намози ҷумъа, бояд ки ҳатман намози ҷумъаро бо ҷамоат адо кунем. ва суоли дигар чунин омадааст: ба воситаи интернет аз ҳар хел ширкатҳо пул кор кардан ҳалол аст? Савол, давоми савол. ягон намуд маҳсулот мехариву чанд одама даъват мекунӣ то ки тиҷорати онҳо пеш равад. алҳамдулиллаҳ. яъне бояд бародар зикр мекард ки ширкатҳо чанд намуд мешавад. ширкатҳои ҳалол аст, бо маҳсулоти ҳалол савдо мекунанд. ширкатҳое аст ки бо чизҳои ҳаром савдо мекунанд, чизҳои ҳаромро ривоҷ медиҳад. ба ҳар ҳол кадом шахсе ки аз воситаи интернет бо ҳар хел ширкатҳо кор мекунад, барои чунин шахс мегӯем ки модом ки ин ширкатҳо корашон бо маҳсулотҳои ҳалол бошад, кор кардан бо онҳо дуруст аст. ва инчунин каси дигарро барои инҳо ба гуфти рӯзҳо клиент ҷамъ карда додан ҳам дуруст аст. мисол, соҳиби ширкат мегӯяд ки ё соҳиби фирма мегӯяд ки барои ман касе клиент ҷамъ карда медиҳад, ман барои он фалон миқдор маблағ медиҳам. ин хел кор кардан дуруст аст. ин ба маънои як касби хосе аст ки як шахс барои ҷамъ кардани мардум чахқону чолок аст. метавонад ки барои ҳамин шахс клиенти бисёр ҷамъ карда диҳад. барои ҳар як клиенти ҷамъ кардагӣ шояд гӯяд ки ба ҳар як клиенте ки ту барои мо мефирсонӣ аз номи худат 10 сомонӣ дода мешавад. шояд вай бародар дар як рӯз 10 клиент ё ки 100 клиентро ба сӯи ҳамон ширкат бифиристад ва пуле ки аз рӯи ин фиристоданаш мегирад, ин ҳалол аст. ва инчунин маҳсулоте ки аз ин ширкатҳо мехарад ва ба дигар касҳо пешкаш мекунад, модоме ки ширкат маҳсулоташ ҳалол ва пок бошад, бо ин хел ширкатҳо кор кардан дуруст аст. яъне ки маблағ кор кардан дуруст аст, вале баъзеҳо мегӯянд ки мо фалон процент барои ту метем, яъне ки фоиз аз он кори кардаат метем. агар ин гуна бошад чӣ мешавад? чӣ хел фоиз медиҳам? яъне ту масалан барои мо ана ин корро мекунӣ, ана ин иҷрои ягон корро, амали ягон корро мекунӣ, мо аз он ба ту маош не балки фоиз метем мегӯяд. инаш чӣ гуна мешавад? яъне мисол ки агар ту фалон адад маҳсулоти моро бифурӯшӣ, мо фоиз медиҳем.
یعنی 20% این بسیار معمول است در اکثریت دولت ها. از ترغیب کردن مثلا یگان مواد رکلامه 20% ما به تو مبلغ از آن جدا میکنیم. چگونه که گفتیم مادامی که شرکت و محصولات شرکت حلال باشد، چیزهای حلال بفروشد، وقتی که هر یک شخص که با این شرکت ها کار میکند و محصولات اینها را به فروش میگذارد و این چنین میفروشد، هم فایزی که از طرف شرکت به این شخص داده میشود حلال است، زیرا این یک نمودی کسب است که محصولات آنها را به مردم پیشکش میکند و میفروشد و همون فایزی که میگیرد یک به معنای معاش است، معاش روزانه اش است. شاید این انسان دیگر کار ندارد، فقط هر روز نشسته محصولات این شرکت ها به دیگر کسا پیشکش میکند و میفروشد و کلینت ها را به اینها میفرستد. از همین خاطر یک فایز معین میگیرد. این فایز گرفتهش به این شخص حلال است. خب الله شما راضی باشد. اینجا باز یک سوال دیگر هست و ما مستقیما پخش میکنیم برنامه ما رو. شما در شبکه قرآن دستور عمل انسان ما رو مستقیما تماشا میکنید، یعنی زنده است برنامه ما این لحظه. از این خاطر از تماشابینان نیست چند سوال آمده است و من فکر میکنم که به همش فرصت نمیکنیم جواب گوییم امروز، ولی اینجا باز یک سوال چون که من گفتم از جانب تماشابین پیشتر آمده بود و از این خاطر من آن رو به شما میخوانم. این لحظه کنکورس ها برای زیاد شدن پادپیشک ها در اینستاگرام هست، سپانسوری کردن و همکاری کردن حلال است؟ این به سوالی بالا مانند است. یعنی اینجا دوامش برای کنکورس میکرده ها سپانسر شدن در قوس آمده است دیگر. بله. یعنی معنای سوال این است که به زبان تاجیک گوییم به همین مسابقه هایی که در بین بعضی مردم رواج است به همین شرکت ورزیدن درست است و این چنین مردم رو و عدد پاسپیچک ها رو زیاد کردن درست است یا نه؟ اگر این مسابقه هایی که در بین مردم هست، پیش از این سوال دادن مسابقه در اسلام درست است، همون مسابقه که بر فایده اسلام است. چگونه که در حدیث آمده است پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید لا سبق الا فی خف او فی حافر او نصل، یعنی میگه مسابقه درست نمی شود و جایز نمی گردد مگر در مسابقه شتر را در بین خودشان برای دووندن و در اسب بازی و این چنین در تیرپرانی، تیر کمان را. همین سه چیز رو پیامبر در این حدیث ذکر کرد. از این حدیث برمی آید که این سه چیز رو که در این حدیث ذکر کرد اینا همش فایده اش بر اسلام برمیگردد و اسب بازی چگونه که در دور پیامبر بود و این چنین معنای اسب بازی این است که مردم اسب‌ها رو در یک میدان جمع میکنن و به مسابقه میدارن و کسی که در همین مسابقه اسبش پیش آمد غلبه کرد برای همون تحفه داده می شود یا یک مقدار مبلغ داده می شود و این چنین در یک جا جمع میکنن شترها رو به مانند اسب مسابقه میدارن. کدام شتری که برد کرد از دیگرها گذشت و تیز دوید برای همون تحفه و یک مقدار مبلغ داده می شود و این چنین در تیری کمان کسی که تیرش به نشان آمد و پیروز شد به این تحفه و جایزه و یک مقدار مبلغ داده می شود. همین این چیزها رو بینیم و هر اون چیزی رو که به این قیاس کرده می شود به مانند مسابقه قرآن. باز در بسیار دولت‌ها مسابقه قرآن می شود و کسی که جای اول رو میگیرد یک مقدار مبلغ معین یا یک تحفه میگیرد، برای گرفتنش درست است، زیرا مسابقه قرآن بر فایده اسلام است. و این چنین مسابقه در علم حدیث، کسی که فلان حدیث 1000 تا حدیث حفظ کند فلان مبلغ میدهیم و کسی که فلان حدیث حفظ کند فلان مبلغ. وقتی که برد کرد و پیروز شد پول گرفتنش برای او حلال است، زیرا این بر فایده اسلام است. اما مسابقه هایی که به یگان اسلام ربط ندارد و بر فایده اسلام نیست، همه اشتا عالم ها حرام گفتند و همون مسابقه ها بسیاریش در زیر قمار می درآید. مثال بعضی انسان ها
در مسابقه شرکت می‌ورزم. چگونه که بعضی برادرها برای ما خبر دادن و رساندن، یعنی یک ماشین رو به مسابقه میگذارد، نرخ ماشین $5000، اما از همه مردم 20 یا $30,000 جمع می شود. لیکن نرخ ماشین $5000 است و هر یک شخصی که همون رقمی که به آن داده می شود شاید برد کند یا که برد نکند. اما وقتی که آدم در همین خطر است، 50% شاید برد کند و 50% شاید برد نکند، این میگیم این قمار است. این قمار است و حرام است و از جمله گناهان کبیره است. و برای برادر میگوییم که مادامی که این کنکورس ها و مسابقه ها از همین چخیل که گفتیم بر فایده اسلام نیست، شرکت ورزیدنش در چنین مسابقه ها درست نیست. و این چنین رواج دادن این چنین مسابقه هایی که غیر شرعی است، بر فایده دین و اسلام و مسلمان ها نمیرسد، دیگر کسان را به این کنکورس ها و مسابقه ها ترغیب و تشویق کردن و پدپسچیک جمع کردن، این چنین درست نیست. زیرا هر یک کسی که به کاری حرام و غیر شرعی دیگر کسان را دعوت میکنه، به گناه آنها شریک میشود، خود گناهکار میشود و گناه دیگر کسان برداشتی همین آدمی دعوت کردگی میشود. و این چنین الله تعالی در آیه میفرماید در آیات و تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و در بین همدیگر به کارهای نیک یکدیگر را همکاری کنید، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، و یکدیگر را به کارهای بد و فحش و فجور و کارهای ناشایسته همدیگر را دستگیری نکنید. برای برادر میگوییم که الله تعالی بنده‌اش را نهی و منع کرده، میگوید که به کارهای بد همدیگر را دستگیری نکنید. خیلی خوب. خب بیایید سوالی یک چند سوال هست از تماشابینان بیایید خیلی میکنم. اگر به سوال با دلیل جواب باشد جواب امروز میگویم و اگر نباشد ما به وقت دیگر این رو میگذاریم، چون عین حال 65 نفر تماشا میکنند و اینجا یکی از سوال ها چنین آمده است. سلام علیکم، من در روسیه زندگی میکنم، میخواهم پاسپورت گیرم. اگر با زن حلالیم از زکس جدا کنم، با زن روس زکس کنم، آیا نکاح من طلاق می شود؟ این سوالی که بسیار من پیشتر هم شنیده بودم با مثل همین سوال. یعنی برادر میگوید که من زن دارم در تاجیکستان و حالا در روسیه قرار دارم، برای پاسپورت گرفتن روسیه زنی روسی میگیرم. وقتی که من زنی روسی که گرفتم، زنی اولیه‌ام طلاق می شود؟ همین خیلی سوال است. نه، اینجا کاغذی زکس هست، یعنی اکت نکاح، کاغذی اکت نکاح را باطل میکنند و با زن حلالیش با زن روس کاغذی اکت نکاح میکند. هدفش این است. یعنی کاغذی زاکس، وقتی که کاغذی زاکس از بین برده می شود و به نکاح شرعی تعلق ندارد. چگونه که بسیاری مردم میدانند در تاجیکستان دو نمود عقد نکاح است، عقد دولتی است و عقد شرعی است. عقد دولتی رو همون کارخانه‌های دولتی به مانند زکس خانه این چیز رو میدهد برای زن و شوهر، اما عقد شرعی رو بسیار همین خطیب ها اجرا میکنند. عقد نکاح سوال این که وقتی که یگان برادر زن میگیرد با همون زاکس کاغذ زنش یعنی به عقد او میدارد، میگویم نه نمیدارد و عقد شرعی حساب نمیشه. اما عقد شرعی که دو ملا یا که خطیبی گذار با اجازه پدر دختر عقد رو به جا میآورد از نام پدرش و عقد شرعی حساب میشه. وقتی که برادر عقد زاکس کاغذش رو بیکار میکند و به طلاق برده نمیرساند. لیکن یک چیز رو باید گفت که برای پاسپورت گرفتن روسیه عالم‌ها شرط و شروط گذاشته و شرط و شروط ها در بسیاری مردم جاری نیست. اول اینکه برای برادر میگویم که دولت غیر مسلمان نشین رو پاسپورتش رو گرفتن حرام است و شاید انسان رو از دینش خارج گرداند. زیرا به مانند روسیه گوییم دولت
نصرانی است، خریستیان میگویم، دولت مسلمان نشین نیست. آنها قانون‌هایی دارند که ضد قانون‌های اسلام میباشد. وقتی که یگان کس پاسپورتی یگان دولت غیر مسلمان نشین رو میگیرد، باید که در همون کاغذی که میدن به همش من راضی افته امضا میموند. وقتی که امضا که موند، این یک نمودی به همون قانون‌های قانونگذاری آنها راضی شدن است، یعنی با دست خودش امضا گذاشته است. برای همین برادر رو میگوییم که پاسپورتی چنین دولت‌ها رو در غیر ضروری گرفتن درست نیست. بله. خب تشکر زیاد. یک بار به چند سوال جواب گفتیم. اینجا یک نفر میپرسند، فیروز سلیموف سوال کردند: السلام علیکم، اگر از شوهر نپرسیده از پول معاش خودش، یعنی خودی زن، میتواند قرض پدرش را پرداخت کند، آیا زن گناهکار میشود؟ یعنی سوالی خواهر این که من پول خودم رو دارم، میتوانم که با همین مبلغی و پول خودم به قرض پدرم رو سپارم به اجازه شوهرم؟ بله درست. میتواند خواهر که قرض پدرش رو به اجازه شوهرش بسپارد، لیکن از روی زندگی و از روی آداب و اخلاق بهتر است که از شوهرش اجازه پرسیده، اگرچه پول خودش است و پول شخصی خودش است، لیکن بهتر است که از شوهرش بپرسد، تا که هر باره که چنین زنها خودسرانه در عائله خود کار میکنند، شاید شوهرها به شنیدن چنین حادثه ها بر بالای زنهایشان ناراحت کردند و غضب کنند. چنین که در حدیث آمده است، در قصه مادرمون میمونه، وقتی که وی کنیزی داشت، به اجازت پیامبر و به مشورت پیامبر اون کنیز را آزاد کرد. بعدی که پیامبر به پیامبر گفت که آیا تو خبر نداری که یا که احساس نکردی که من کنیزی که در خانه داشتم آزاد کردم؟ پیامبر گفت که چی میشد که آن را میپرسیدی و به خویش و تبار خود میدادی، دو ثواب رو میگرفتی، هم ثواب صدقه رو و هم ثواب خویش و تباری رو. یعنی از این علما گفتند که زن اگرچه پول و مال خود هم باشد، با مشورت شوهرش کار کند، این بهتر است. اما به مشورت شوهر که کار کرد و به اجازه شوهر که به پدرش یا به برادرش و قرض یگان کس رو پرداخت، درست است، گناهکار نمیشه. تشکر، الله شما راضی باشد. اینجا تقریبا 98 نفر تماشا میکنند. تا این حال ما را و سوال باز یک سوال دیگر آمده است، واقعا غیر چشم داشت سوال است. میپرسند اگر شیر همسرت را نفهمیده نوشی طلاق میشود؟ چون این سوال کردند. همین سوال ها در بین مردم بسیار است. اولش این که نباید که این خیل سوال ها در بین مردم در این خیل جمع آوری ها پرسیده شود، زیرا کمتر این سوال ها بعضی انسان ها جرأت میکنند به دیگر سوال های وزبین تر. خود در دین ما در چنین سوال ها جواب دادن جای شرم ندارد. اول میگوییم که هر یک جوان دختری که پیش از شوهر کردنش شیر دارد یا ندارد؟ شیر ندارد. وقتی که جوان دختر به بلاغت میرسد، به شوهر میبراید، وقتی که همخوابگی میکنند، بعد شیر پیدا میکند و جوان دختر. اما پیش از در بسیاری حالت 99% گوییم در جوانیش بغیر شوهر شیر پیدا نمیکند در پستانش. از این فهمیده می شود که وقتی که سببش پیدا شدن شیری همون جوان دختر، همون زن، شوهرش که است، و شیری شوهر است، نه که شیری زنش است. برای همین در وقتی همخوابگیشون یا که در دیگر حالتها چگونه که برادر قید کرد، شیری زنش به دهان خودش که در اومد یا که فرو برد، باکی ندارد و شیر حلال و پاکیزه است و یگان سبب طلاق نمی گردد و این چنین گناهکار هم نمی شود. و خوردن و نوشیدن شیر زنش یگان
به گناهکاری برده نمیرساند و این چنین سببی طلاق نمیگردد و یگان ربطی ندارد به طلاق در آمدن. و یک سوال از پیش خودم و بسیاری مردم میپرسد، میگویند که اگر شوهر از زن در مسافرت از 4 ماه زیاد گردد، میشنویم که میگوید از زنهایشون از شوهرهایشون جدا میشوند. یعنی بعضی دامولوها گفته است که کسی که از زن خود در مسافرت از 4 ماه زیاد زندگی کند، طلاقشون بریده میگردد. این خطا است. برعکس نکاحشان بریده میگردد شاید. یا من چی نکاحشان گفتم؟ شما طلاق گفتید. نکاحشان نکاحشون بریده میگردن. میگوید نکاحشون بریده نمیشود، زیرا شاید دامولو خطا فهمیده است این سخن را. این سخنی عمر رضی الله عنه است. وقتی که دختر خود حفصه رو میپرسد که وقتی که صحابه ها در جنگ بودند، از همین حالت، از همین فرصت استفاده برده از حفصه دخترش میپرسد که چقدر مرد، چقدر زن دور از شوهرش طاقت کرده میتواند، صبر کرده میتواند. یعنی مقصد سوال از همخوابگی دور باشد، از همخوابگی شوهرش دور باشد، چقدر صبر کرده میتواند. بعد میگوید که 4 ماه. اما در اونجا نگفته است که کسی که از 4 ماه زیاد گردد سبب بریدن عقد نکاح میگردد. برای همین برای برادرها و خواهرها میگوییم که از 4 ماه صبر کردن این حقی زن است. وقتی که از 4 ماه که گذشت میتواند که زن حق خود را از شوهرش طلب کند. اما وقتی که برادرهایی که در روسیه در دیگر مسافرت ها 1 سال و 2 سال و 3 سال میگردند، در همان وقت گناهکار نمیشوند که همان زنهاشون با اجازت خود به آنها اجازت دهد که من حق خود را از حق خود گذاشتم و میتونی که تو در همان مسافرت کار کنی و رزق روزی را به دست آری، ما از حق خود گذاشتیم. اما اجازه ندهد همان زن، این گونه مردها گناهکار میشن. باید که حق زنهایشون رو با تیزی ادا کنند. چگونه یعنی که اگر زن حق دارد، بله، اون وقتی که مرد حق دارد، این چنین زن بر بالای شوهرش حق دارد. وقتی که اگر زن طلب که کرد برگرد، از 4 ماه که گذشت باید که برگردد. من درست فهمیدم؟ ولی وقتی که شرایطی برگشتن داشت باید که برگردد و حق زنش رو ادا کنه. سببی که بعضی انسان‌هایی که همین گپ رو و سخن رو خطا میفهمند و به طلبی و به طلبات زن جواب نمیدهند، بعد بعضی زنها به کارهای حرام دست میزنند و سببی ویرانشوی عائله میگردند. برای همین پیش از سفر کردنشان به برادرها میگوییم که وقتی که سفر شما دور و دراز باشد، از زنهای خود اجازه نیست پرسید که من چگونه که شنیدم گویید از 4 ماه زیاد گشتن، از زن دور گشتن این حق زن است، اجازه که من 1 سال یا 2 سال شاید که از پی کار میشم تا که در حق تو ظلم نکنم. وقتی که اجازه داد یگان گناهی نداره، میتواند کار خود را دوام دهد. تشکر. انشاءالله ما همین موضوع رو پیگیری میکنیم و در موضوع طلاق و عائله‌داری وسیع‌تر با شما یک صحبت دیگر میکنیم. و بیایید یک سوال دیگر اینجا در چت ما اومده رسیده است در مورد نماز ویتر. یعنی عیناً میخونم: السلام علیکم، ویتر واجب چی خیل خوانده میشود؟ برادری هست که 2 رکعت میخواند و اگر امکان میشد کوتاه با 2 جمله جواب میدادیم. یکم اینکه ویتر، قول درست این است که ویتر واجب نیست، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حالی که سفر بود، در حدیث عبدالله بن عمر و در حدیث جابر میگوید که پیامبر رو دیدم که در بالای شترش و در روایت دیگری در بالای خر سوار شده بود و نماز ویتر را ادا میکرد. از این فهمیدیم که اگر که نماز ویتر واجب می بود، پیامبر بر بالای خر یا شتر ادا نمیکرد، چون که نماز رو بر بالای خر یا شتر ادا کردن و در غیر قبله درست نیست. فقط نمازهای نفل رو و سنتی رو در بالای شتر در وقت مسافرت ادا کرده می شود، اگرچه در غیر قبله باشد. دوم این که خواندن نماز ویتر چند نمود است. یکم نمودش 1 رکعت می باشد و دوم صفتش 3 رکعت می باشد و سوم صفتش 5 رکعت
و 7 رکعت و 9 رکعت می باشد. مختصرا با تیزی به این جواب دهیم. یک رکعت می تواند که نماز بخواند و صفت دومش 3 رکعت رو 2 نمود خوانده می تواند و سیوم نمودش خطا می باشد. صفت دوم 3 رکعت می تواند که هر یک کسی که ویتر می خواند نیت می کند، اول 2 رکعت می خواند، از 2 رکعت سلام داده به سیوم رکعت الوهیده می خواند. مثال بگویم یک 2 رکعت رو سلام داده ادا کرد، رو می خیزد، از نو تکبیر تحریم گفته به جا می آورد و به پایان می رساند. دوم صفتش 3 رکعتش 3 رکعت رو پای در پای می خواند در تشهد نشسته. مثال به یک رکعت رو می خواند به دوم رکعت می خیزد و اینچنین دوم رکعت رو ادا می کند به سیوم رکعت به التحیات لله چگونه که به تشهد نشسته سیوم رکعت رو می خیزد. و صفت سوم 3 رکعته به مانند نماز شام خواندن بسیاری علما منع کرده هستند، چون که در دیگر حدیث آمده است که پیامبر گفته است که در همون حدیث نماز ویتر را به مانند نماز شام قرار ندهید. نماز شام در دوم رکعت نشسته خوانده می شود، اما نماز ویتر کسی که در دوم رکعت نشسته نماز می خواند نمازش درست می شود، لیکن شاید گناهکار شود و امر پیامبر رو به جا نآوردگی به حساب می رود، زیرا که پیامبر نهی کرده است و منع کرده است که نماز ویتر را به مانند نماز شام خوانده نشود. اما طرز سومش 5 رکعت رو پای در پای نشسته می خواند و این چنین 7 رکعت رو و 9 رکعت رو در رکعت هشتم نشسته تشهد خوانده، سپس از تشهد خسته رکعت نهم رو می خواند. مختصرا همین بعضی علما در رکعت 7 رکعت و 5 رکعت، در رکعت چهارمش و در رکعت ششمش نشسته، سپس به رکعت پنجم و هفتم خسته نمازش رو خوانده می شود. در بعضی علاوه بر همین سوال، دعای قنوت این یک چیزی مهمیت است در نماز ویتر یا اینکه بدون دعای قنوت نیز میخوانند؟ دعای قنوت از خود پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابت نشده است طرز دعا کردنش، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم نبیری خود حسن حسین را تعلیم داده است چگونه دعا کردن رو و اینچنین از صحابگان ثابت شده است دعای قنوت کردن. و طرز دعای قنوت کردن دو راه دارد. راه اولش وقتی که انسان در آخر رکعت نماز ویتر قرار دارد، میخواهد که بعدی به تمام رساندن سوره پیش از رکوع کردن بتواند دستای خود را برداشته دعا کند. و راه دومش وقتی بعد رکوع کردن، بعدی از رکوع سرش را برداشتن، اینجوری در همین حالت دعا کرده میتواند. لیکن بهترش این که فرق بین دعای قنوت و بین در دیگر دعاهای نمازهای پنجگانه دعای نازله میگن. بعضی مصیبت هایی که بر باره مسلمان ها نازل میگردد این را دعای نازله میگن. در همین حالت ها بعد رکوع دعا میکنن در نمازهای پنجگانه با فرمانی همون کلانچمنده ها یا با فرمانی همون پادشاهی همون دولت یا از طرف قاضی ها یا از طرف مفتی ها. اما نماز ویتر به دعا کردنش چگونه که گفتیم دو راه دارد. پیش از رکوع بعدی که سوره رو تمام میکنه دستش رو برداشته دعا میکند. راه دومش بعد رکوع کردن دستش برداشته دعا کرده سپس به سجده میفراید. خیلی خوب. اینجا یک سوالی که واقعا این سوال نیست، همه رو به تشویش آورده است و چون خودی من نیست چند مراتب شنیده بودم که بعضی از عالمان نیز گفته بودند، ابراز عقیده کرده بودند، ابراز نظر کرده بودند در مورد گوشت. خب عیناً میخوانم اون سوال را از شریف خان نعیمов آمده است. برادر سلامت باشد. استاد سوال بوز را روزها کشن نصرانی ها، بوز حلاله بسم الله ناگفته چی می شود؟ یعنی سوالی این شخص وقتی که یگان نصرانی خریستیان به گفته خودشون به ذبح رساند به بسم الله، همین سوال رو در نظر دارد. الله اعلم، به فکرم همین چیز را در نظر داشتند.
لیکن خریستیان ها یا نصرانی ها ذبح آنها برای مسلمان ها خوردنش درست است و از بین چگونه که برای ما و شما معلوم است آنها را اهل کتاب میگویند. یهودی ها و نصرانی ها را از اهل کتاب میگویند. و در حدیث عایشه رضی الله عنها روایت شده است که یک قوم از قوم یهود با یکی از صحابه ها طعام پیشکش میکرد و از جمله گوشت برای آنها تقدیم میکرد و از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده سوال کردند که با ما اهل کتاب طعام میدهند و گوشت میدهند، لیکن نمیدانیم که آیا آنها در وقت ذبح کردن چاروا نام الله را میگیرند، ذکر میکنند یا نه. پیامبر به آنها به جواب میگوید که نام الله را شما بگیرید و آن را بخورید. وقتی که پیامبر به آن صحابه گفت که نام الله را شما بگیرید و ذکر کنید و آن را بخورید، برای طعام خوردن، پیش از طعام خوردن آدم بسم الله گفته بعد شروع میکند به طعام خوردن یا به نوشیدن یگان چیزی. برای همین پیامبر گفت وقتی که شما بسم الله گفته میخورید برای شما هیچ چیزی باقی ندارد. یعنی این در دولت هایی که نصرانی حقیقی باشند، من فکر میکنم که حتی نصرانی حقیقی هم شاید که وجود ندارد. لیکن داریم در این زمان ما نصرانی های حقیقی هم هست، یهودی های حقیقی هم هست. وقتی که لیکن یک جا در اینجا باید یک چیز رو قید کنیم که شاید به فکرم نصرانی ها بسیاریشون ذبح نمیکنن و این چونین یهودی ها گوسفند را یا دیگه چاروا را گاو را ذبح کرده به مسلمان ها تقدیم نمیکنن، زیرا آنها فقط برای خودشون ذبح میکنن و به کارخانه خود و به همون جایی که حیوان ها رو ذبح میکنن خودشون سردار میشوند. شاید از غیر مسلمان ها، نه از اهل کتاب است و نه از مسلمان ها است، به مانندی از خطای میبیارن یا از بت پرستان میبیارن، همون ها رو به کار قبول کرده آنها رو در همین کارخانهشون کار میفرمون و آنها همین چارواها رو ذبح میکنن و چاروهای آنها رو خوردن عموما درست نیست و اون نجاست میپوشن و حرام است. برای همین کسی که این سوال رو میپرسد برای چنین سوال ها و برادرها و خواهرها میگوییم که بهتر این است که هر یک کسی که نمیداند که همین گوشت در حقیقت از کجا صادر شده است و کی این را ذبح کرده است، آیا و اهل کتاب است و غیر اهل کتاب است، برای یک شک و شبهه که کرد و در قلبش که شک و وقوع پیوست، میگوییم که از این گوشت دور باشه. چنانه که در حدیث میگوید الحلال بین والحرام بین و بینهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. حلال در نزد شریعت 100% برای هر یک مسلمان معلوم است و این چون حرام آشکار و روشن است، لیکن در بین همون دو چیز یک چیزهای شبهه‌ناکی است که بسیاری مردم این چیز رو نمیدونند. و در حدیث حسن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید که دع ما یریبک الی ما لا یریبک، هر اون چیزی که در آن شک میکنی آن رو بگذار به یک سو و هر اون چیزی که به آن شک نمیکنی به آن روی بیو. از این میفهمیم که کسی که به یک خوردن چیزی به مانند گوشت آیا این رو شخصی مسلمان کشته است، که در دولتی مسلمان نشین باشیم ما یکون شک و شبهه آن رو تناول میکنیم، اما در دولتایی که به مانند اروپا، به مانند روسیه که اکثری مردمش که غیر مسلمان هستند، در همین حالت که شک و شبهه کردیم از این اجتناب می‌ورزیم، دور میشیم و این رو تناول نمیکنیم. خب تشکر زیاد. و به همین مانند سوال آمده است، میگویند السلام علیکم، من در زوادی گوشت کار میکنم، گوشت خوک هم هست، لیکن ما تعمیر میکنیم زواد را، پولش حلال است یا اینکه نه؟ برای شخصی مسلمان درست نیست که در جایی کار کند که در اونجا حرام فروخته می شود، به مانند عرق، خمر یا به مانند گوشت خوک. اگرچه در اونجا گوشت گاو و گوسفند نیز فروخته می شود و در مقابلش در یک همونجا این چنین گوشت خوک
ҳамроҳ бо гӯшти ҳалолҳо фурӯхта мешавад. дар чунин ҷоҳо кор кардани мусалмон дуруст намешавад ва ҳар маоше ки мегирад, маошаш барои вай аз ҳамун кори ҳаром ба даст омада аст. барои ҳамин насиҳати мо барои чунин бародарҳо ва хоҳарҳо ин аст ки кӯшиш кунед ки ва барои шумо воҷиб аст ки барои хӯрданатон, пӯшиданатон, нӯшиданатон ва ҷамъ кардани ризқ кори ҳалолро ба даст оред. ва кори ҳалол кардан ин воҷиб аст, аммо кори ҳаромро тарк кардан ин ҳам воҷиб аст. набояд ки мо модоме ки Аллоҳ ва расулаш гӯшти хукро дар шариати ислом ҳарор гардондааст, чӣ гуна мо метавонем ки бо шунидани оятҳо ва ҳадисҳои паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам барои ҳаром бурдани гӯшти хук бо рафта онҳоро ёрдам медиҳем ва бизнеси онҳоро ва хариду фурӯши онҳоро ба ривоҷ андохта ба онҳо ёрдам ва як саҳмгузорӣ мекунем ки бозари онҳо тез шавад ва онҳо бо ҳамроҳи чунин шахсое ки онҳоро дастгирӣ мекунанд ба ғазаби Аллоҳ ва дур будан аз шариати Аллоҳ ва барои ривоҷ додани як кори ҳаром ва палид ҳамкорӣ мекунанд. бояд аз ин корҳо парҳез кунанд. ва инчунин бисёри бародарҳо суол медиҳад ки ман дар як супермаркет кор мекунам ё дар як ҷо кор мекунам ки барои монҳо ба монанди гурусчикҳо, борбардорҳо амр мекунанд ки ҳамин яшикҳои арақро, хамро ё ки коробкҳои арақро аз ин мошин ба фалон мошин нақл кунонед. инчунин ин корҳо ҳам дуруст не. паёмбар фурӯшандаи арақро ва шоҳидро ва бардорандаи арақро ва касе ки аз ягон ҷо ба ягон ҷо дигар мебарад ҳамашро лаънат кардааст. чӣ гуна шахси мусалмон, чӣ зан бошад, чӣ мард бошад, метавонад ки як лаънати ба лаънат гирифтор шавад? ин ба лаънат гирифтор шудан як чизи сабук нест. маънои лаънат ин аст ки касе ки ба ҳадисҳо вақте ки мешунавад ки бандаи мусалмон Аллоҳ фалонро лаънат кардааст, расулаш фалонро лаънат кардааст, ин маъно дорад ки Аллоҳ фалон бандаро вақте ки лаънат мекунад бидонад ки аз раҳмати худ вайро дур гардондааст, сазовори раҳмати Аллоҳ нашудааст. бояд бародарҳо аз ин чизҳо ҳазар кунанд ва ҳамеша Аллоҳро дуо кунанд ки ризқи ҳалолу покиза барои онҳо ва инчунин касбу кори ҳалол насиб гардонад. алҳамду кори ҳалол ва касби ҳалол ва ризқи ҳалол ба ҳама ҷо ин чиз аст, лекин кӯтоҳӣ аз насти ҳамон бародарҳо ва аз пеши ҳамон хоҳарҳо содир мешавад. вақте ки касе ки бо нияти софи худ, бо қалби ороми худ, бо нияти поки худ аз Аллоҳ дуо намуда бипурсад ки барои ӯ кори ҳалол, ризқи ҳалол, роҳу равиши касб кардани ҳалол насиб гардонад, Аллоҳ ҳеҷ гоҳ бандаашро ба ҳоли худ намегузорад. оё ягон банда фикр мекунад ки Аллоҳ ғайри мусалмонҳоро ризқу рӯзӣ диҳад ва бандаҳои яктопарасти худро фаромӯш кунад? ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ кас ба ақл туғӣ намеояд. ҳамеша Аллоҳ ба бандаҳои худ ба яктопарастагон ва ба яктои Аллоҳро мепарастад, ҳамеша онҳоро ёрдам медиҳад ва ба ризқҳои онҳо барака ато мегардонад. барои ҳамин аз корҳои ҳаром бояд банда дур бошад. суолҳо зиёд мешавад, аммо як суоли охирон ҷавоб мегӯем, чун фурсатамон тамом шуд. аз Муҳаммад набӣ омадааст: зан аз шавҳараш иҷозати пули худро равон кардан ба падару модар садақа кардан иҷозат пурсида бошаду пас ӯ иҷозат надод, ҳол он ки дар шариат пули зан ҳаққи худаш аст, зан гунаҳгор мешавад? суолро аз нав хонед. ин бародар суолро ҷумлабандӣ карда натавонистад. барои бародарҳо ва хоҳарҳо мегӯем ки забони тоҷикӣ ва забони модарии худро аз даст надиҳед. модоме ки шумо дуввум, севум забонро намедонед, ақаллан тарзи навистан ва тарзи ҷумлабандии тоҷикиро нағз омӯзед. ман ҳозир кӯшиш мекунам инро маънояшро гӯям. зан аз шавҳараш иҷозати пул равон кардан пурсидааст ба падару модараш, ё ин ки садақа кардан ба падару модараш, ва шавҳараш иҷозат надодааст. дар дохили қавс наиштааст: ҳол он ки он дар шариат пули зан ҳаққи худи худаш аст, оё зан гунаҳгор мешавад? яъне ки шавҳараш иҷозат надодааст ки зан пули худашро равон кунад ба падару модараш. яъне соҳиби пул зан аст. аз рӯи бале ин савол соҳиби пул зан аст.
صاحب پول زن است. وقتی که زن شوهرش را میپرسد که آیا اجازه میدی که من به پدر و مادرم پول بفرستم، در این حالت شوهرش برای زنش اجازه نداده است که به پدر و مادر خود پول بفرستد. همین خیر. بله، به پدر و مادری زن به فکرم اینجا آمده است. به پدر و مادر خودش آفی. بله. بله. باید که چنین شخص ها چنین عمل رو اجرا نکنند. در سوال فهمیده شد که مادامی که زن صاحب پول خود است، مال و ملک خود است، از روی آداب این زن پرسید از شوهر خود را که آیا اجازه میدی که به پدر و مادر خود از همون پولم بفرستم؟ این برادر نباید که زن خود را از یاردم دادن به پدر و مادر زنش باز دارد، زیرا که نیکی کردن به پدر و مادر این فرض است، واجب است. وقتی که خواهد که هر یک زن و دختر و برادر به پدر و مادر خود با چند نمود راه‌ها کمک کند، نیکی کند، در اینجا نباید که آن را و راه آن را گیرد و پیش راه آن را بگیرد، بلکه باید که از روی اسلام و از روی شریعت چنین بنده زنش را شاخمند گرداند که به پدر و مادر خود بسیار نیکی کند. به پدر و مادر نیکی کردن سبب برکت زندگی میگردد، زیرا آنها پدر و مادر است. این خواهر به پدر و مادر خود نیکی کرده است در حالی که و این کاری خیر است، نه که کاری بد است و کاری حرام است. هر یک کس حق دارد که از پول خود به پدر و مادر خود چقدری که میتواند نیکی کند. در اینجا برادر، این برادری که من کرده است خطا کرده است. از یک کاری واجب، از یک کاری نیکی و ضروری زن خود رو پیش راه زن خود رو گرفته است و نباید که این کار تکرار شود، بلکه برعکس شوهر زن خود رو به کار نیک دعوت کند. خب، تشکری زیاد. الله از شما راضی باشد و بسیار صحیح، بسیار خوب معنی داد کردید و اینجا وقتی برنامه ما به پایان میرسد، چون خیلی شد که ما با شما صحبت میکنیم و از شما بار دیگر تشکر زیاد بیان میکنم از نام شنوندگان نیست و ما کوشش میکنیم در آینده نیست سلسله برنامه کنیم، در آینده نیست به بعضی سالها که اینجا سالها خیلی زیاد آمده است، افسوس که وقتی امکان نمیدهد خودی حاضر به این سالها جواب گویم و من کوشش میکنم این سالها رو نوشته گیرم و در برنامه های آینده البته که به این سالها جواب گویم. تشکر زیاد میگویم برای برادر امام عبدالصمد رحیمی که وقتی خودشان رو دریغ نداشتند و با ما لحظه چند بودند. الله شما راضی باشد. و ما نیز از الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما شما دعا میکنیم و میپرسیم که الله هر یکی چنین برادرها رو و خواهرها رو در راه خودش ثابت قدم نگه دارد و ما هم نیز کوشش میکنیم که از وقتهای خود وقت جدا کرده به سؤالهای برادران و خواهرها چقدر که میتوانیم جواب گردانیم تا که هر یک کس راه و رویش زندگی خود را و چگونه عمل کردن به قرآن و سنت رسول الله را دریابد و این چنین به عمل کردن به قرآن و سنت رسولش نصیب نیکی را به خود حاصل نموده سپس با رحمت و مغفرت و رضایت الله صاحب جنت گردد. برای شما نیز تشکر و برای دعوتتان به استودیوی خود. برای هر یک شما موفقیت. الله از ما و شما و از برادران و خواهران این عمل را به درگاه خودش قبول فرماید و ما را از جمله بندگان نیکی خود قرار دهد و از ما راضی گردد و هر یک گناهایی که از ما صادر می شود مغفرت و روپوش گرداند. آمین یا رب العالمین. دوستان عزیز، لحظه چند در مهمانی ما برادر ما عبدالصمد رحیمی، یکی از طالب علمان دانشکده یکی از دانشگاه‌های عرب حضور داشتند و به سوال‌های ما جواب گفتند و انشاءالله ما روزهای نزدیک باز کوشش میکنیم، چون الحمدلله خیلی زیاد شدند تماشابینان ما. الحمدلله
خیلی سالهای زیاد نیست از ما کردند و فعال بودن شما این یک کمک به ما است. یعنی شما فعال باشید و شما سوالهای خود را به عالمان دهید و عالمان به سوالهای شما جواب گویند و البته که ما نیز باز به قول شوقمند میشویم و کوشش میکنیم که این گونه برنامه ها را برایتان پیشنهاد کنیم. به هر یکی شما خانه آبادی آرزو میکنم خودتان را، اطرافیانتان را حفظ نمایید و در پناه الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام.